من یک داده هستم در محیط بلاکچین. این دیالوگ مسخره رو شاید این روزها زیاد شنیده باشه از یک انسان ربات‌نمای ایرانی. فضایی به نام بلاکچین. اما بلاکچین چیه و کاربردش چیه؟ تو این ویدیو میخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم. فرض کنید من یک حساب دارم و یک دفتر حساب کتاب وجود داره. من به راحتی میتونم اعداد و ارقام اون رو تغییر بدم و مقداری از پولا رو اختلاس کنم. اما حالتی رو در نظر بگیرید که 10 تا حسابدار و هر کدوم یک کپی از اون دفتر رو داشته باشن. اگر من اطلاعات موجود توی دفتر خودم رو تغییر بدم، 9 تا دفتر دیگه و حسابدار دیگه اختلاس منو فاش میکنن و اطلاعات برمیگرده به حالت اولیه‌شون. حتی اگر بتونم به دفاتر بیشتری دسترسی پیدا بکنم، باز دفترهای وجود دارن که این اختلاس رو فاش کنن، مگر اینکه تعداد بیشتر یا تمام این دفترها رو بتونم من دستکاری کنم و این خب کار خیلی سخت و پیچیده خواهد بود. خب به صورت خلاصه بلاکچین یک سیستم ذخیره سازی اطلاعات به صورت غیر متمرکز توزیع شده و امن هستش. در حالت عادی داده ها روی یک سرور مرکزی ذخیره سازی و نگهداری میشه، اما در حالت بلاکچین داده ها به صورت رمزگذاری بین تعداد زیادی از کامپیوترهای موجود در شبکه بلاکچین توزیع میشن، به نحوی که هر کامپیوتر یک کپی از داده ها رو داره. در صورتی که ما یکی از این کامپیوترها رو هک، دستکاری یا حذف کنیم، هیچ تأثیر روی دیتا ها نداره، چون کپی های زیادی از اون روی سیستم های مختلف وجود داره و داده ها سریعاً بروز رسانی و اصلاح میشن. بیت کوین، ارزهای دیجیتال، NFT ها از این سیستم برای ذخیره داده ها و تراکنش هاشون استفاده میکنن و این باعث امن بودن ارزهای دیجیتال شده. این بود یک خلاصه خیلی کوچیک و جمع جور از بلاکچین.